این ناناس طلا مخ معلم پیرشو میزنه و واسه گرفتن نمره بالا باهاش میره روی تخت. اما چیزی نمیگذره که پدر دختره متوجه میشه. رفقا سلام. امروز میخوام یه فیلم فوق‌العاده سوسکی رو بهتون معرفی کنم به اسم زیاده روی. فیلم با یه مرد پا به سن گذاشته به اسم جوزف شروع میشه که معلم مدرسه است و با مادرش توی مزرعه زندگی میکنه و به کارای خونه میرسه. اون تو بچگی آسیب دیده و همین باعث شده نتونه درست راه بره و عصا دست بگیره. جوزف با یه زن بیوه به اسم مریم همکاره. سر کلاس جوزف داره به شاگرداش میگه احتمالاً آخر این ترم مدرسه تعطیل میشه که یه ناناس طلا به اسم کاترین وارد کلاس میشه و خودش رو معرفی میکنه. Catherine Wheeler. Well, Catherine Wheeler, come on in and close the door. شب میشه و جوزف رو میبینیم که داره با مریم درباره تعطیلی مدرسه حرف میزنه. جوزف خیلی وقت با مریم تو رابطه است و قراره با هم ازدواج کنن. روز بعد کاترین با پدرش توماس که یه سرگرد بازنشسته است به مزرعه جوزف میاد. توماس بهش میگه ما همسایه جدیدتونیم و چون استبل نداریم ازت خواهش میکنم اسب کاترین رو تو استبلت نگه داری و ماهانه $175 بهت میدم. اونم قبول میکنه. توماس میگه من باید برم و کاترین رو میذاره اونجا تا بعد تمام شدن کارش با جوزف برگرده خونه. تو مسیر برگشت کاترین ازش میپرسه به غیر معلمی کار دیگه‌ای هم بلدی؟ اما جوزف نمیدونه منظورش چیه و جواب نمیده. تو صحنه بعد دکتر ایوانز رو میبینیم که داره مادر جوزف رو معاینه میکنه و بهش دارو میده. موقع رفتن دکتر به جوزف میگه شرایط مادرت داره روز به روز بدتر میشه و چند ماه دیگه بیشتر زنده نیست و بهتره تو بیمارستان باشه. روز بعد کاترین سر کلاس سعی میکنه جوزف رو تحریک کنه. بعد کلاس جوزف به استبل میره و میبینه کاترین اونجاست. You knew I was here. You're right. دختری که حسابی آبشارش راه افتاده لباسشو در میاره و میگه بیا بذار توش که دیگه شل کردم برات. جوزف هم با دیدن بدن بیعیب و نقص دختره سالارش خبردار میشه و در نهایت به روش‌های مختلف بهش ورود میکنه. چند روز بعد توی جلسه به جوزف میگن که طبق قوانین جدید چون مدرک حرفه‌ای تدریس نداره دیگه نمیتونه تو مدرسه درس بده. اونم که عصبانی شده اعضای کمیته رو مسخره میکنه و میره. جلوتر دکتر ایوانز میاد و به جوزف میگه سرگرد توماس عاشق شکار کردنه و یه شغال این طرفا دیده. بعدم اسلحه شکارش رو بهش هدیه میده و میگه من برای شکار کردن خیلی پیرم. بعد جوزف به استبل میره و کاترین رو میبینه که بدون لباس رو اسب نشسته و منتظرشه و خلاصه اینجا هم جوزف خیارش رو تا ناموس تو دختره جا میکنه. تو سکانس بعد جوزف به دانش آموزا میگه یه انشا بنویسن و کاترینم روی برگشت مینویسه میخوام ببینمت و باید یه چیز مهم بهت بگم و کاغذ رو میده بهش. موقع رفتن به خونه جوزف میگه چی میخواستی بگی؟ Well, I am pregnant. جوزف میترسه به خودش و میزنه رو ترمز و از ماشین پیاده میشه. اما کاترین میگه شوخی کردم. بعدم هولوهاشو در میاره و جوزف رو حالی به حالی میکنه که همین باعث میشه دوباره برن تو استبل و ببل بازی کنن. یه روز صبح کاترین میاد پیش جوزف و یه شراب 20 ساله بهش هدیه میده. اونم قبول میکنه. You still want me, don't you, Joseph? یکم بعد دکتر ایوانز وارد استبل میشه و اونا رو در حال عملیات میبینه و بدون اینکه حرفی بزنه میره. جلوتر جوزف دکتر رو تو کافه میبینه. دکتر ازش میپرسه چند وقت داری تقه کاترین رو میزنی؟ اونم کل ماجرا رو واسش تعریف میکنه. دکتر میگه باید هر چه زودتر این رابطه رو تموم کنی وگرنه به مشکل میخوری. در ادامه میگه تو مریم رو داری و منتظر ازش خواستگاری کنی. بعد از مدرسه مریم جوزف رو به خونش دعوت میکنه تا یکم تخت و ببل بازی کنه. اما اون قبول نمیکنه و مریم ناراحت میشه. جوزف میره خونه. مادرش میگه از رابطت با کاترین خبر دارم و تا کی قراره ادامه پیدا کنه. اما یهو حال مادرش بد میشه و از جواب دادن تفره میره. حرفای مادرش روش تاثیر میذاره و تصمیم میگیره بره و از مریم عذرخواهی کنه. جوزف ازش معذرت خواهی میکنه و میگه چون حال مادرم بد بوده باید زود میرفتم. اما اون میگه مدتی رفتارات عوض شده و فکر نمی‌کنم به خاطر حال مادرت باشه. جوزف میگه مردای همسن و سال من دچار تغییر زندگی میشن. میدونن که میمیرن
بدون انجام کاری که میخواستن. در ادامه میگه رویه من اینه که توی خونه کنار ساحل زندگی کنم و ماهی بگیرم. اون میگه خسته شدم از اینکه همیشه تو تاریکی رابطه داشتیم و دوست دارم واسه یه بارم که شده تو روشنایی ترتیب تو بدم. اون لامپا رو روشن میکنه و لباسشو در میاره. مریم با دیدن سالار جوزف شل میشه و در نهایت تا خود صبح زارتان زورتان میکنن. روز بعد مادر جوزف فوت میشه و مریم که داره نامه‌های تسلیت رو میخونه یه نامه از کاترین میبینه و میفهمه جوزف با اون میخوابیده و میره بهش میگه تو یه خیانتکاری. جوزف میخواد خودش رو توجیه کنه و میگه اون فقط یه هوس زودگذر بوده و تو برام مهمی. اما اون قانع نمیشه و تنهاش میذاره. همون شب کاترین میره دیدن جوزف و بهش میگه باید با من ازدواج کنی. اون لباساشو میکنه و میگه خونه خالی هم دیگه جور شد. تنبونو بکش پایین که بدجوری خیسم. اما جوزف میخواد رابطه‌شون تموم بشه. دختره میگه از این کارت پشیمون میشی. روز بعد جوزف از پسر مریم میشنوه که توماس پدر کاترین از قضیه خبردار شده و قراره بدجوری حالش رو بگیره. جلوتر جوزف که از ترس ریده به خودش اسلحه‌ای که دکتر ایوانز بهش داده بود و برمی‌داره و منتظر توماس میشینه. اما وقتی توماس با زنش میرسه فقط میخواد صحبت کنه. اون به جوزف میگه میخوای با دخترم ازدواج کنی؟ اون هم میگه فکر نکنم این کار درست باشه. توماس میفهمه که جوزف مرد درستیه و مقصر دختر خودش بوده که لاچکشو واسه جوزف باز کرده. اما مادر کاترین قبول نداره و یه سیلی بهش میزنه و میگه تو دخترمو گول زدی. بعد از اینکه اونا میرن کاترین دوباره میاد و میگه نمیخوای با هم ازدواج کنی؟ جوزف هم میگه این رابطه فقط یه هوس بوده و اونا آینده‌ای با هم ندارن چون خیلی پیره و کاترین هم سنی نداره و درست نمیتونه تصمیم بگیره. دختره واسه آخرین بار میبوستش و میگه یه کار اشتباهی کردم. What? Look. Jesus, what the hell have you done? وقتی جوزف میره بیرون میبینه استبل آتیش گرفته و میره حیوونا رو نجات میده. اما اسب کاترین تو آتش سوزی میمیره. Come on. I'm gonna take you home. روز بعد جوزف تصمیم میگیره زندگیشو تغییر بده. اون با مریم آشتی میکنه و میگه واقعا دوستت دارم. بعدم میرن کنار دریا و تصمیم میگیرن تا آخر عمرشون اونجا زندگی کنن. و اینجا فیلم تموم میشه. همراهان همیشگی به بخش پایانی این ویدیو رسیدیم و اگه تا الان هنوز کانال ما رو سابسکرایب نکردید حتما این کار رو انجام بدید و یادتون نره که این ویدیو رو لایک کنید. تا ویدیوی بعدی خدا نگهدار.